حالا عزیزان دل توجه بفرمایید، مثلا دارین یه بافتی رو انجام میدین از روی نقشه، بعد میرسیم به این علامت که الان اینجا براتون گذاشتمش. خب این دایره توپر نشون دهنده پایه وصل، پایه اتصال یا پایه بست، حالا اسمش هر چی که، یعنی که دیگه بافتتون رو اتصال بدین، بافتتون رو دیگه ببندین، متصلش کنین به بافت و پایه جلوترتون. خب اینجا وقتی که نخ رو قلاب هست میاین طبق همون نقشتون، ببینین حالا جلوی شما، جلوی بافتتون هر پایه‌ای که هست این قلاب رو بالاش میبرین، نخ میگیرین، بعد این نخه که گرفتین از داخل این حلقه که روی قلاب بود رد میکنین و این به این میگن پایه وصل یا همون بست یا اتصال. معمولا توی نقشه های بولیز و مثلا لباس و اینا که میخوایم ببافین این پایه خیلی دیده میشه که یعنی میگه اتصال بدین و برین رج بعد رو شروع کنین. ببینین دوباره نشونتون میده الان نخ ما رو قلاب هستش، بافتمون رو پیاده کردیم رسیدیم به توی نقشه به جایی که اون علامت رو داریم میبینیم، علامت دایره توپر. گفتیم دایره تو خالی زنجیره ها، این دایره توپر پایه وصله یا بسته یا اتصال اسمش هست. قلابو توی همون پایه جلویی که توی نقشه داره نشونه من میده میبرم، نخ میگیرم و این نخی که گرفتم از این حلقه‌ای که توی روی قلاب بودش از داخل این رد میکنم. ببینین و این پایه اتصال و این اتصال من دیگه اینجا صورت میگیره و بافت دیگه اینجا تموم میشه و بعد میرم طبق نقشم پیش میرم رجای بد و پی. نگاه کنین دوباره من نشونتون میدم الان. این نخ که روی قلاب هست، قلاب داخل این خونه میبرین، نخ میگیرین، این نخی که گرفتین از داخل این حلقه ردش میکنین به این صورت و دیگه بافتتون رو طبق نقشه هر جوری که هست ادامه میدین و پیش میرین.